سلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان ما، خوش آمدید با خواندن یاد گرفتن خواندن با تاجیکی. من با دختر معجزه الفبای خواندن الفبای تاجیکی را یاد میگیریم و این درس سوم ما است. در دو درس اولین ما 6 حرفی تاجیکی را الکی یاد گرفتیم. معجزه در یاد است این حرف ها. این حرف کدام صدا میتید؟ مثل در کلمه ار. این ب مثل که در کلمه برگ. این حرف درخت. این ماشین. این کلمه این حرف صدای میتید مانند عدد 9 و این حرف صدای میکند آفتاب. آفرین. و امروز ما 3 حرف نو میگذاریم. و حرف امروزه نگاه کنید بچه های عزیز. در اینجا من رسم ها دارم و ما این رسم ها رو دیده میبریم. این حرف ر است و صدای ر میتید. معجزه تکرار کرده میتونی؟ بیا میبینیم کدام رسم ها هست. این چیست؟ با ر. این چی است؟ رسم. و این چی است؟ روی آدم. روی با رسم روی. این حرف کدام صدا میته؟ و بینیم این ر چه خیلی نوشته می شود. خط راست و نیم کلوله در بالا. خط راست و نیم کلوله در بالا نوشته می توانی معجزه؟ انا نگاه کن. و کلوله در بالایش. آفرین. آفرین. یک تای دیگر می نویسی؟ باز یک ر نویس. ری کلان ری خورد. آفرین. انا اینجا تماشابینان عزیز. انا معجزه ری اولین خود را نویست. و دیگر حرفی ما حرفی ای. صدای ای میتید. ای مثل که این ایزی پو ایزی. در کلمه این هم ای هست. این چیست؟ این ایستگاه، جایی که آدم ها ایستادن اتوبوس و مارشروتکه ها رو انتظار می شوند. ایستگاه. و این یک اسباب است. اسکانه. ایزی پو ایستگاه اسکانه. و اینجا من میخواستم رسم امضا کشم لیکن نشد. هیچ گپ نه. امضا. این حرف چی صدا میتید معجزه؟ ای نه. ای ری. و چه خیلی ای نوشته می شود؟ این رو نگاه کن معجزه. 2 خط راست کشیده می شود. حرف نه در مابین با خط کوتاه پیوست می شود. لیکن این نه. این ای 2 تا خط و از پایین به بالا می براریم. با خط پیوست می کنیم. معجزه می توانی ای را نویسی؟ 2 خط راست و از پایین به بالا. آفرین. و ای خود هم نوشته می توانی؟ آفرین. ای خورد ننوشته لیکن 2 تا حرف ای صدای چی میته؟ آفرین. اکنون 3م حرف که ما امروز میخونیم حرفی هست که صدای س میتید. معجزه مثل که سنگ پوشت. این سنگ پوشت است. این چی؟ این سری آدم سر دارد. سر. و این چی است؟ سایه. این سایه آدم. سر سایه سنگ پوشت. و این چیز میدوزیم همراه این زن. همه اونها صدای س میتید.
سوزن سر سایه سرخوش شنیدی؟ معجزه حرفی سه نوشته میتوانی؟ انا اینجا گویا که کلوله میکشی لیکن تو آخر نمیبری مثل مو حرفی سه نه کج کشیدی آن را خط زن انا نگاه کن انا این خیلی نوشته میشود آفرین باز یک سه دیگر نوشته میتوانی آفرین و ما میتوانیم به تماشابینان خود نشان دهیم معجزه سه حرفی سه نوشت اکنون معجزه نگاه کن ما این سه حرف داریم و با حرفایی که ما پیشتر گذاشتیم کلمه ها میسازیم این حرف کدام صدا میتید؟ این حرف کدام صدا میتید؟ ای این حرف کدام صدا میتید؟ آفرین اکنون میتوانیم کلمه رو خوانیم؟ یکم کلمه انا اینجا نگاه کن چه خیلی خوانده میشود؟ مار این چی است؟ ما این گفتیم آها مار و دویم کلمه چی؟ خوان اینجا ای سیر چیست؟ سیر این با روسی باز چی سناک هم میگویم یک نمودی سبزیجات که تندکک سیر این چی؟ سیر هایکو وای پنیر با تاجیکی پنیر میشود کنی این رو خوان اسیر کی وقتی که آدم‌ها جنگ میروند در وقت جنگ دشمنای خود رو میگیرند اسیر میگیرند اسیر این خونده میتوانی این کلمه رو بصره این نامی یک شهر است آفرین اکنون اینش خوان نه ناصیر نامی پسر ناصیر این چی؟ صدو چی است؟ حرف صدو میتید این چی؟ صد این عدد صد این چی خوان؟ در چیست؟ تک تک میکنیم در رو میکشویم که میهمان در آید کنی این خون چی؟ آفرین میجیزه نه نه انار انار میدونی چی؟ اناری که ما میخوریم کمتر ترشتر لیکن انار شیرین هم هست آفرین تو همه کلمه ها رو خوندی تیار هستی که باز کلمه های دیگر خونیم در اینجا شما میتوانید که ویدیو رو استویانده با فرزند خود این کلمه ها رو خوانونید انا این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کلمه ها وقت گرفته این کلمه ها رو خوانونید وقتی که حالا معجزه هم میخواند این کلمه ها رو معجزه یک بار خوانده برآمد و حالا یک بار دیگر تیز خوانده میبرایم معجزه باران امیر
صبیر. صبر نه صبر. صبر. نخون. اسم. آفرین. این نخون. اسم. آفرین. سنم. نه. سنم. سیم. سیم. این رو خون. باد. آفرین. اد. اید. آفرین. مادر. مادر. آفرین. من مادر. آفرین. دون. دی. درم. درم. پولی ما. پولی توجیکا. سر. این مگر او صدا میکرد یا سر. سر. سریمو. آفرین. معجزه امروز معجزه 3 حرف نو رو یاد گرفت و دوستان عزیز ما در دفعه آینده باز نوشتن رو هم یاد میگیریم. این حرفایی که امروز یاد گرفت ای و ر. سیر. 3 کلمه سیر می شود با این هر 3 حرف. ما رحمت که امروز ما شریک شدید و درس خوندید. با دیگر درس های ما هم شریک شوید. یک جایه خواندن با تاجیکی یاد میگیریم. خیر.